سلام، من معذرت خواهی میکنم بچه‌ها برای اینکه یه چند ماه بود ویدیو نداده بودم. 7 ماه. خب امسال سال جدید 2014 اگه یادتون باشه که اول سال پیش یه ویدیو دادم گفتم بعد اول سال چیکار بکنیم، یادتون هست؟ بتونم این اطلاعاتی که دارم و یه جوری با شما به اشتراک 2013 شاید بهترین سال واسه همه ما باشه که بخوایم باشگاه رو شروع کنیم. همون گفتم که الانم که اول سال یه ویدیو بدم بگم که کلا تو سال 2013 چی گذشت. خب من میخواستم تو سال 2013 فاز 3 بدنم رو بهش برسم که اگه یادت باشه توضیح دادم چیکار میخوام بکنم چیکار نمیخوام بکنم. ما تونستیم که یک سال کامل بدون وقفه باشگاه بریم، فقط یک دو دفعه این ذره بالا پایین شدم به خاطر این بود که سرما خورده بودم، مریض بودم. ولی در کل خیلی خوب سال پیش باشگاه رفتم و میبینی که عکسام نشون میده که اصلا از سال پیش چقدر فرق کردم یا از 2 سال پیش چقدر فرق کردم، 3 سال پیش که اول شروع کردم چقدر فرق کردم. خیلی خوشحالم، سال پیش خیلی خوب برام تموم شد، ان شاءالله که سال خوبی هم برای شما بوده باشه. امسال قرار فاز 4 رو شروع بکنم که برای خودم هدف گذاشتم که یه ذره روی پاهام بیشتر کار بکنم، یه ذره کورم رو قوی بکنم، شکم و پایین کمرم رو بیشتر قوی بکنم امسال، یه ذره هم حجم شونه و بازو اظهار کنم. حالا مثلا سینه و عضلات پشتم به نظرم بیشتر از بقیه جهات دیولپ شده، روشون کار میکنم، ولی خب بیشتر تمرکزم میذارم رو قسمتایی که گفتم. عرض شود که یه اعداد و ارقامی هم اگه بخوام بهتون بدم، اول 2013 من دور بازوم 30 سانت بوده وقتی که معمولیه، وقتی هم که تنس میکردم فلکس میکردم 33 و نیم بوده، 33 و نیم سانت. سینم 98 و نیم، شونه عرض شونه 113 و نیم، اینا پاهم که 54 بوده و آخر امسال بازوم 32 نیم بوده وقتی که معمولیه، وقتی هم که باز بوده، وقتی هم که فلکس میکردم 36 بوده که بوده 2 سانت 3 سانت فرق کرده. دور سینم 103 هست، 103 سانت شده، دور شونم هم شده 117 سانت که خیلی خوب پیشرفت کرده، هم سینه و پشت هم شونه خیلی خوب پیشرفت کرده، ولی بازو خیلی آرومتر از بقیه جا پیش. خیلی چیز معمولیه چون ماهیچه‌های بازو کوچیک‌تره. سرتون درد نمیارم، خواستم که اولا معذرت خواهی بکنم برای اینکه چند ماهی ویدیو ندادم، دوم اینکه سال خوبی براتون آرزو میکنم و بتونم که دوباره مثل سال پیش برنامه بریزید و سعی کنیم رو برنامه‌تون پافشاری بکنیم. انشالله امسال با هم سال خوبی رو داشته باشیم. یه سری ویدیو هم دارم آماده میکنم، یه ذره فعالتر میشم الان که یه ذره وقتم باز شده و کامپیوترم بهتر شده، یه ذره فعالتر میشم و از خجالتتون در میام. قربون تو، خداحافظ.